در مرکز شهر ترسونزاده برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی بین جوانان که به خاطر تحکیم دوستی و رفاقت و یکدلی و اتفاق آنها تشکیل کرده شد بسا خاطرمان و جالب گذشت. مسابقه‌های تنیس روی میز، شاهمات و ششکف و دیگر بازی‌های شوق‌آور چاره‌بینی را رنگی‌تر نمود. بعداً در کاخ فرهنگ دوستی جمع‌آمدی تنتنوی دایر گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اشتراک و ضمن برآمدهایشان تاکید داشتند که اعلان گشتن سال 2017 همچون سال جوانان برای این قشر جامعه مایه افتخار و در برابر این مسئولیت بیشتر را واگذار می‌نماید. یعنی جوانان تشبثکار را می‌باید برای آبادی و سازندگی این وطن و این سرزمین و به خلل نگاه داشتن صلح و ثبات کشور عزیزمان سعی و کوشش خود را دوچند نمایند. ما جوانان دوران استقلال باید شکرانه این سرزمین، شکرانه این وطن کنیم، زیرا که در چنین دیار آباد و زیبا زندگی داریم. شکرانه استقلال، شکرانه این سرزمین باید کرد، زیرا در جمهوری تاجیکستان چنین استقلالیت آبادی کشورمان روز از روز می افزاید. باید شکرانه این سرزمین نموده تاجیکستان عزیز خود را دوست داشته همیشه حفظ نماییم. واقعا هم جوانان در هر دور و زمان قوه پیشبرنده می باشند. سال جوانان برای ما جوانان یک فخر بلند است. از این رو ما جوانان با باوری کامل گفته می توانیم که با باوری محترم اساسگذاری صلح و وحدت ملی سزاوار می شویم و گفتنی هستم که سال 2017 برای جوانان سال پربرار بود. در این سال جوانان توانستند که به یک قله‌های بلند سزاوار گردند. در قسمت دیگری چاره‌بینی از جانب فعال جوانان در موضوعهای دستاوردهای دوران استقلالیت، پیشوای ملت، راهنمای ملت، سهم پیشوای ملت در به دست آوردن استقلالیت، پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌ها، برآمد و شعرها قرائت کرده شد. قید نمودن جایز است که تاجیکستان دارای منبع‌های بزرگی آب است. از این رو ما را ضرور می‌آید که هر لحظه را غنیمت دانسته با راه عملی‌سازی قراردادهای نو اراده نیکخواهانه کشورها را ایجاد نماییم و مشکلات استفاده بری آب را در سطح بین‌المللی برطرف سازیم. در برابر این ما خلق تاجیکستان نیز باید آبی بی‌بهای مملکتمان را احتیاط کننده مورد استفاده قرار دهیم. وقتی که ما از قله 26 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به قفا برای طی شده می نگریم، همان منظره های پیش نظر جلوه‌گر می گردد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پرچم نوین صاحب استقلالمان را می بالیدند و می بوسیدند. من به شما صلح می آورم می گفتند. این سخنان چنان صمیمی بودند که به دل مردم روشنایی می بخشیدند. از این رو می توان با باوری کامل گفت که 26 سال استقلالیت دولتی تاجیکستان 26 سال درخشان احیای نوین ملت و کشور تمدن پرور ماست. هدف اساسی برگزاری چاره‌بینی مذکور این بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی جوانان، تربیت نسل نورز در روحیه وطنپرستی و خویشتن‌شناسی ارزیابی شد. این چاره‌بینی فرهنگی در شهر ترسونزاده با فراگیری شماره وسیع اشتراکچیان و تماشابینان در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی برگزار گردید.